توجه میکنیم دوستانی عزیز به لحظه خیلی دیر انتظار توجه میکنیم به فرصتی که انا همین پهلوان قشنگ و محبوب تاجیکستان چمپیون جهان رو باری دیگر به شما معرفی کنیم. پهلوان 24 ساله تاجیک خواجه زاده بهروز برای مدال برنجی دوم با پهلوان 27 ساله برزیلی رقابت میکند. اولگا دیمیتریو از فدراسیون روسیه داوری گیلم در رقابت این دو پهلوان. چمپیون جهان در گشتین سامبو هم باشد، اما تجربهش در گشتین جودو سال تا سال اوج میگیرد. پهلوان شهرتیار تاجیکستان خواجه زاده بهروز رو با 1488 امتیاز در مقام 31 قرار دارد و پهلوانی که خیلی هم در کشور اسرائیل در مسابقه گران پری سال کنونی 24 ماهی گذشته به دریافت مقام پنجم شرف یاب گردیده بود. توجه میکنیم اکنون حریفش هم از برزیلیا برباس، اما این فرصت هایی که باید ورزشگر تاجیک هم خیلی یک جسارت متانتی خود رو هم بر علا و بهتر نشان دهد. ناوابسته از آن یک ناکامیه که فراگیرش بود در دیدار امروزه. البته امیدواریم که یک هنری خیلی بلندی خود رو در میدان اکاترینبورگ نشان میدهد و اکنون به توجه میکنیم باریگر به این دقیقه اول زورآزمایی دو پهلوان. اکنون در این مورد خواجه زاده هم توجه به اصول سر کتف کردن، اما امر داور اینجا هم ایستاده است. پهلوانانی که قبلا هم میدانداری میکردن الان جریان سبقت رو تماشا دارند و امروز هم اگر ما با مهارت برباز این پهلوان خیلتی کبود داشته اگر توجه کنیم، اینجا هم این ورزشگر با 1446 امتیاز در فهرست بهترین های جهان مقام 33 را اشغال میکند و در چمپیونات امریکا برنده مدال طلا سال 2017 محسوب می‌یابد و در زاگرب خرواتیا در گران پری برنده مدال برنجی. همین دو نتیجه بهترینش در سال 2017 یادآور شدنش عین مدعا بود. خیلی هم یک حرکت دیگری پهلوانی تاجیک الان هم امکان پذیر است برای همین فرصتی که باز حریفش البته بود به تخت پوش خواجه زاده را نگاه دارد، اما خواجه زاده خوب میداند که پای حریف را باید هرگز آزاد نگذارد تا به همان ثانیه های ضروریه که بعدا داور اشاره کند که از راز رقابت هر دو باز هم ادامه خواهد یافت. مخلصان ارشدی گشتین جودو، البته آن هواداران آن نفرانی که الان مقیم فدراسیون روسیه تاجیکانی که این سبقت رو تماشا دارن و انتظاری انا همون دست بالا گردیدن پهلوان امیدبخش 24 ساله تاجیک خواجه زاده بهروزند. اما برباز چون یک علتی که فراگیرش بود این از فشار بیشتری خواجه زاده بهروز بود که الکه هری داور هم به او شیدا داد. 2 دقیقه هر دو نیرو سنجیدن. خواجه زاده الان هم در مورد استفاده اصول ها باید جدی باشد. بله این عمل که ترتیبی که چون اشاره کرد اندکی هم با سهلنگاری خواجه زاده بهروز راه داد چون داور اشاره کرد، اما داوران کنجی هم در این سم به طرف نبودن، این حالت رو هم انکار کردن، یعنی شیدون نیست به خواجه زاده. صدرالدین عابدو چون بیان کردیم یگانه نفری که در 42 سال تاریخ تحولات رو هم چون به میان آورد، یعنی در معرفی سامبوی تاجیک محض خواجه زاده بهروز رو توصیه داد و به مراد و مقصدی خویش هم رسید. و امروز البته ما از بابی پیروزی های خواجه زاده بهروز امیدواریم که البته باز هم در مسابقات دیگر حرف خواهیم زد. برباز حرکت میکند، اما خواجه زاده خوب میداند که 3 عاملی با موفقانه هر یک ورزشگر در حالت پرتری خیلی و خیلی هم بهتر از جهت امتیاز ارزنده و هم برای حریفش هم سزاوار است. این رو باید خوب داند و در سمت رفع مشکل های حالت پرتری خیلی هم جدی باشد، چون که برباز در حالت پرتری تا اندازه باز هم فعالتر و نمونه بودن خود رو نشان میدهد. مبارزه ادامه می‌یابد دقیقه آخرین، اما اینجا برابری را مشاهده میکنیم، یعنی از هر دو جانب یگان امتیازی نیست،
چون با بربازه که موقع ارزنده و اونقدر شایسته دهگانه بهترین رو هم ندارد، اما پهلوان ما یگان کمی ندارد از چنین چهره ها و از چنین ورزشگرانش، حتی رقم های یکی سیاره. الان هم خواجه‌زاده باز هم این مراتب اکنون یک باره برگشت به حالت راست بودن برای پهلوان ما خیلی مساعد است، چون که لکه یک این سرمربی تیم جودوی کشور محمد عبدالرحمنوف که الان ثانیه سنج است، در این فرصت گوگو هم توصیه میدهد در ردیف اشاره و عملهایش. خواجه‌زاده اگر سر یاسین یا گریبان حریف رو دقیق همون تبعیدیل خود داشته تواند خیلی بهتر، یعنی که اکثر موفقیت های خواجه‌زاده در حالت اکنون باز هم نادرست داشتن به همان علت و به همان سبب شد که الکی داور این دفعه هم شیدو دهد. اما این رو هم الکی همگان تصدیق کردم، دیگر نفرانی که به همین گلیم وابستند 4 دقیقه وقتی اساسی یگان نتیجه به بار نآورد. اینجا هم اشاره میکند محمد عبدالرحمنوف که کمی جدی‌تر باشید، یعنی قوه نیروی خود را باز هم پرقوت‌تر کنید. اینجا همون فرصت لحظه خیلی تاریخی دیر انتظار هم فرا خواهد رسید. در همین ردیف توجه میکنیم به همون عمل، باز توجه میکنیم به همون ترتیبی که در دقیقه اول بود، یعنی خواجه‌زاده میخواهد در این جریان که حالت راست بودن برای سازگار باشد. خیلی هم بهتر سری کتف با این ترتیب الکی بختش آمد نکرد. حریفش از نیروسنجی های خواجه‌زاده بهروز هم تا اندازه واقف هست و در سبقت قبلی که ما اگر مشاهده کنیم خواجه‌زاده یک تلاش و مبارزش در مقابل پهلوان مالدو خیلی خوب بود ویکتور، که با یک اصول جالبش ایپان بگذاری گردید. اکنون برباز وزاری این واقعا هم برای مردم تاجیکستان در این عرفه فصل احیای طبیعت جشن نوروزی با شکوه بین الملل تحفه ارزنده است. تاجیکان مقیم فدراسیون روسیه حتی از احساسات و هیجان بیشتر و زیادتر که میبینیم خیلی هم خود را داشته نتوانستم، مثل یونی که ما حرف میزنیم. این پیروزی خواجه‌زاده بهروز رو در مرحله مدال برنجی به همه مردم شریف تاجیکستان تبریک میگویم. واقعا هم سزاوارانه عمل کرد، مبارزه برد و در وقت اضافه امتیاز طلایی رو هم ارزنده به دست آورد. احسنش میگویم و واقعا هم خیلی یک قوه و قدرت و نیروی قوی دارد. دست پروری البته آن دانشکده تربیت جسمانی تاجیکستان که خشتی اول قدم استوارش رو هم در همین جبهه و جاده قوی تر گذاشت و بعدا هم خیلی نفر شایسته به کمال رسید و در عرصه جهانی تاجیکستان عزیز ما رو معرفی میکند که برای هر یک ساکن تاجیکستان این نمونه افتخار و شرف بزرگ است. احسن میگویم به این پهلوان محبوب، احسن میگیم به همین عملی که سامان داد و واقعا هم ارزنده بود و واقعا هم تبدیل مخلصان و هواداران گوشتین ملی و بینندگان تلویزیون ورزش. احسن به پهلوان محبوب، آفرین به این پرتافت جالب و جاذبش و در نهایت هم در حالت پرتری حتی طرزی خیلی جالب. انا همین ترتیبی که در نهایت هم در حالت پرتری عمل کرد و کوششی آخرین خود را هم این دست پروری دانشکده تربیت جسمانی تاجیکستان با پیروزی انجام داد. در حقیقت هم یک توصیه مربیان و یک زحمت بیشتر و بی‌نظیری اهل مربیان محض برای او یک زمینه خیلی استوار گذاشتن و این هم پیروزی در سال 2019 امتیازهای سزاوار برای ادامه راه با موفقانه توکیو 2020 که احسنش میگوییم. واقعا